سلام، وقتتون بخیر باشه. امروز با آموزش نقش ادیتور از سامانه مجلات سینا وب در خدمتتون هستیم. خوشحالم که به مجموعه ایرانیان ژورنال آف پاتولوژی پیوستید. ابتدا با نام کاربری و پسوردی که در اختیارتون قرار داده شده وارد وبسایت بشید. از این قسمت روی گزینه مای هوم کلیک بکنید و عرضم به حضورتون وارد قسمت ادیتور بشید. در قسمت ادیتور شما بخش های مختلفی رو مشاهده میکنید. مقالاتی که جدید به شما اساین شدن اینجاست. مقالاتی که شما به داورها ارسال کردید در این قسمت قرار گرفته. قسمت سوم مقالاتی است که شما به داورها ارسال کردید و ما در موعد مقرر داورای محترم پاسخ ندادن. قسمت بعدی مقالاتی که به داورها ارسال شده همشون هنوز داوری نکردن، مثلا از 5 داور 2 تا داوری کردن، و مقالاتی که تمام داورها داوری کردن. از ابتدا شروع میکنیم. یک مقاله وارد سیستم ما میشه، توسط اپراتور بررسی میشه، به سردبیر ارجاع میشه. سردبیر محترم مقاله رو برای شما ارسال میکنن. شما به عنوان ادیتور یا اسوسییت ادیتور جانشین سردبیر هستید. بنابراین مقالات در بخش‌های مختلفی برای شما ارسال میشن. همونطوری که میبینید اینجا 5 تا مقاله برای من ارسال شده. مهمترین بخش زمان رسیدگی هست. به عنوان مثال از 100 روزی که مقاله مهلت داره توی این سیستم رسیدگی بشه، این مقاله 4 روزش گذشته و این مقاله 8 روز دیگه 100 روزش تمام میشه. یا این مقاله منفی 57 روزه، یعنی یه چیزی هلوش 157 روزه که توی این سیستم وجود داره و باید سریعتر رسیدگی بشه. بیاید با یه مقاله جدید شروع بکنیم. مثلا این مقاله به تازگی برای من ارسال شده. روش کدش که کلیک بکنم منوسکریپت اینفورمیشن مقاله میتونم ببینم. کد مقاله، عنوان مقاله، نوع مقاله، مین سابجکتش و ابسترکتش. در این مرحله من سعی میکنم یک تصمیم اولیه راجع به این مقاله بگیرم. نویسنده هاش رو نگاه میکنم ببینم که چه کسانی هستند. از این قسمت نگاه میکنم ببینم آیا خود نویسنده ها داوری رو به عنوان پیشنهاد به من معرفی کردن یا خیر. من پیشنهاد میکنم که اگر داور پیشنهادی داریم حتما براشون ارسال بکنید. حالا هرچند که ممکنه پاسخهاشون برای شما ارزشمند نباشه، اما جنبه تبلیغاتی هم داره برای مجله و حداقل مجله به اون افراد معرفی میشه. هرچند که گاهی وقتا داورای خوبی هستن و یا اصلا داورای مجله ما هستن. توی این قسمت اگر کلیک بکنیم اینجا مشخص میشه که add to reviewer list بخش infectious disease، این داور بهش اضافه خواهد شد. بعضی از داوران در سیستم ما وجود دارد. در قسمت فایل میتونم فایل هایی که نویسنده ارسال کرده رو ببینم. اگر این قسمت روی زیر دانلود کلیک بکنم کل فایل به صورت زیپ به من نمایش داده میشه. میتونم دانلود کنم و فایل ها رو ببینم یا اینکه تک به تک هر فایلی رو که مد نظرم هست دانلود بکنم. من پیشنهاد میکنم به عنوان جانشین سردبیر حتما مقاله رو یک بار به دقت نگاه بکنید. اگر که از این قسمت به تصمیم نهایی رسیدید میتونید مقاله رو به سردبیر برگردونید، select an option و send the evaluation result to editor in chief. توضیح بدید این به این مقاله به این دلیل مثلا رد بشه و ریجکت رو هم انتخاب بکنید، make a decision بکنید. یا اگر توضیحی نیاز دارید که سردبیر مطلع بشه، همینجا بدون اینکه مقاله به داوری بره در همین بخش اول میتونید کاملا مشخص بکنید که این اتفاق بیفته براش. اما عرضم به حضورتون که قسمت بعدی که میتونیم روش مانور بدیم اینه که ممکنه که مقاله اکسپت بشه. یه مقاله هست روی ترند، نیاز هست که سریع پذیرفته بشه. شما مقاله رو داوری کردید، خودتون متوجه شدید مقاله خوبیه، میتونید همچین نظری رو هم به سردبیر ارسال کنید. یا اصلا یه ایرادی توی مقاله دیدید، اونجا هم دوباره به سردبیر میگید که این مقاله رو برگردون به نویسنده تا این ایرادات رو برطرف کنه، بعد من بفرستم برای داوری. یا حتی یه فایلی رو اگر دارید که داوری شده میتونید اینجا آپلود بکنید و برای نویسنده ارسال بکنید. پس شما دو تا تصمیم میتونید بگیرید: مقاله رو بفرستید برای داوری یا مقاله رو برگردونید به ادیتور این چیف. برای برگردوندن به ادیتور این چیف معمولا یه بخش اولیه است که شما تصمیم اولیه میگیرید، یا در نهایت بعد از اینکه داورها نظرشون رو دادن شما نظر نهاییتون رو اینجا به سردبیر در واقع میگید. بیایید تست کنیم. با اینکه این مقاله تازه اومده
من میخوام اساین کنم به داورها. از بخش داورها من داورهایی که خودشون هم معرفی کردن رو به سیستم اد میکنم و خب میبینید اینجا پسورد داور هست، براش هم ایمیل میشه. این قسمت هم دوباره من اد میکنم و به سیستم اضافه میشه. حالا میخوام برای داوری هم ارسال کنم، کافیه که فامیل همین داور رو از اینجا کپی کنم، توی این قسمت ریویور نیم کلیک کنم، بگم یه همچین داوری میشناسی تا براش ارسال بشه. خب میبینید من چون این داور رو همین الان اضافه کردم و اسمش رو همینجا هم دوباره دارم تایپ میکنم، هنوز سیستم نمیتونه تشخیص بده، ولی من یه بار این صفحه رو رفرش بکنم، بیام توی قسمت ریویور ها، اینجا داورم اضافه شده. خب 30 روز میخوام بهش وقت بدم، داوری معمولی هست و اگر به این مقاله 2 تا داور جواب بدم به نظرم کافیه. ممکنه برای 5 یا 6 تا داور ارسال بکنم. اینجا اساین میکنم به داور مقاله. یه داور دیگه که معرفی کرده بودن دوباره از داور خودشونه انتخاب میکنم، یا در ادامه میتونم برای یه داور دیگه ارسال بکنم، مثلا حتی برای خودم هم میتونم به عنوان یه داور ارسال بکنم و دوباره داوری اول. اگه داوری نهاییه که فاینال ریویو، اگر داوری اولیه است که داوری اولیه و اساین میکنم به داور. خب اینجا دیگه کاری ندارم تا اینکه عرضم به حضورتون که این داوری ها انجام بشه. بعضی وقتا هم هست که این داوری ها انجام شده و حالا من میخوام یه نظر نهایی بگیرم. اینجا میام نگاه میکنم ببینم بله مثلا یه داور پذیرفته شده، یه داور مینور ریویژن زده. اینجا به سردبیر برمیگردونم، میگم که اینو مینور ریویژن به نویسنده ابلاغ بکن، یا اینکه اصلا میبینم نه مینور ریویژن هم زیاد مهم نیست و میتونم مستقیم پذیرش بدم و بگم که پذیرش بدید، یا بگم آقا نه حرف داور درسته، مینور ریویژن کنید به ارزم به حضورتون نویسنده مینور ریویژن رو برگردونده، فایل دوباره دست من رسیده، حالا میخوام این دفعه بدم به داوری نهایی. خب دوباره مثلا فامیل یا اسم همین بنده خدا رو انتخاب میکنم و این دفعه میزنم داوری نهایی بشه و میره برای داوری نهایی و به همون ترتیب دوباره برام برمیگرده و اینجا میخوام تصمیم نهایی رو ببینم. با اون مثال مقاله تصمیم نهاییش گرفته شده و دکتر جلالی به من اینجا ابلاغ کردن که این مقاله رو بپذیر. عرضم به حضورتون که به همین ترتیب میتونید بین ادیتور و ادیتور این چیف کامیکیشن داشته باشید تا مقاله به وضعیت نهایی در بیاد. در بخش داوری اگر بخوام مسائل رو براتون توضیح بدم، ببینید داوری ها کاتگورایز هستن. اگر تو کاتگوری خاصی دنبال داور میگردید، مثلا میتونید سیتولوژی رو انتخاب بکنید و سلکت مالتیپل ریویورز رو بزنید و داورهامون رو ببینید براشون ارسال بکنید. اگر که خب دسته خاصی مد نظرتون هم نیست که میتونید یک داوری رو انتخاب بکنید از این سیستم و برای تک داور ارسال بکنید. اما اگر داوری دارید از همکاراتون که میخواید برای اون فرد بفرستید، رجیستر ریویور رو انتخاب بکنید و ایمیلش رو اینجا تایپ بکنید. ببین اگر ایمیلش رو تایپ بکنید، من اگر ایمیلم رو تایپ بکنم قبلا در این سیستم ثبت نام کرده باشم، همین که ایمیل رو وارد بکنم تپ رو بزنم اطلاعات به صورت از پیش تعیین شده وارد سیستم میشه. اما اگر شما این داور رو به صورت جدید بخواید وارد بکنید و هیچ اطلاعاتی ازش در سیستم نباشه، خب بعد از ایمیل باید فیلدهای مربوط رو هم پر بکنید و روی دکمه سیو کلیک بکنید، دسترسی داوری بهش داده میشه و بعد از این کار نامش رو اینجا تایپ بکنید مجددا و مقاله رو برای داوری براشون ارسال بکنید که وضعیتشون مشخص بشه و داوری بکنن. باز اگر مورد دیگه بود من در خدمت شما هستم. به زمانهای داوری نگاه بکنید، اگر داره میگذره داورها پاسخ نمیدن، داورهای دیگه رو انتخاب بکنید یا حتی میتونید ارزم به حضورتون که از این طریق مقاله رو به سردبیر برگردونید و بگید در مورد داورها بهش، یا اینکه ارزم به حضورتون که خودتون با داورهایی که انتخاب کردید از طریق ایمیلشون تماس حاصل بکنید و اطلاع بدید بهشون که داوری رو
انجام بدن. همینطور شما از این قسمت هم میتونید به ادیتور این چیف ایمیل بزنید، یا اگر مقاله تحت داوری باشه میتونید ریمایندر برای داورها ایمیل تو ریویور ایمیل بزنید، مستقیم بهشون ریمایندر بهشون بفرستید، فالو آپشون کنید با فشردن این دکمه که آقا قبول کن یا داوری رو تمام بکن، یا اینکه مستقیما برای هر داوری ایمیلی رو ارسال بکنید بهشون. و مثلا من میتونم ایمیل داور رو بردارم از اینجا و از ایمیل خودم براش ایمیل بزنم یا شکل تماس داره باش تماس بگیرم که داوری رو انجام بدید. باز اگه مورد دیگه هست من در خدمت شما هستم. سپاسگزارم.